سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قطعا زمانی که دارین شما این ویدیو رو تماشا میکنین میخواین ارور مثلا یه اپلیکیشن یا یه بازی رو پیدا کنین و خب قطعا برای ما ارسال کنین. پس بدون معطلی بریم بهتون آموزش بدم که چطور این کار رو انجام بدین و اون لاگ مربوط به ارور ویدیو گیم یا حالا اپلیکیشنتون رو به راحتی بتونید در بیارید و برای ما ارسال کنید که مشکل برطرف. در مرحله اول شما نیاز دارید که براوزرتون رو باز کنید و بعد از باز کردن شما نیاز به نرم افزار وایر شارک دارید. نرم افزار وایر شارک رو باز میکنید. وقتی که باز کردید همچین صحنه‌ای مواجه میشید و روی دانلود کلیک میکنید و خب سیستان مورد نظرتون رو انتخاب میکنید که خب قطعا الان در این موقعیت بنده ویندوز 64 بیت هستم و روی این کلیک میکنید. حالا اگه شما مین من هستید یه همچین چیز خب آره دیگه یعنی دانلود میکنید، چیز خاصی نداره دیگه. الان توضیح دادن که واقعا دلیل نداره. خب پس از دانلود خب منطقا بازش میکنید. احتمال شاید یه اکسس از شما بخواد که اونو بهش میدین و خب به نکته اینه حالا چون بند نصب دارم ورژن قبلی رو مثلا نگاه ورژن 445 رو نصب دارم، میخواد حالا اول آن اینستالش کنه که خب اشکال نداره. اول من حالا به قول معروف سری این کار رو انجام میدم که هیچ مشکلی پیش نیاد. همینطوری نکس بزنین، چیز خاصی نیاز نیست. به قول معروف عملا هیچ تیکی رو نزنید، هیچ تیکی رو بر نداره، فقط نکس بزنید، هیچ نیازی به هیچ کدوم نیست. خب برای لاگ گرفتن و اینکه بخواید برای ما ارسال بکنین، اولین کار که شما باید بکنید اینه که تک تک نرم افزارهایی که مصرف اینترنت دارن رو ببندین. حالا من اینجا میبندم، مثلا میتونه اسپاتیفای باشه و یا حتی مثلا از تو تریتون ترجمه ببندین، برای مثال دیسکورد یا مثلا تیم اسپیک یا چه میدونم دانلود منیجر یا حتی وایرگارد، هر چی که مصرف اینترنت داره رو ببندین لطفاً. و در مرحله بعد شما پکت رفت رو باز میکنید. پکت رفت رو که باز کردید، اگه نرم افزار مد نظرتون داخل لیست بود که خب داخل لیست هست کانکتش کنید، که من مثلا من CS2 رو کانکت میکنم و اگر هم نبود که هیچی، اصلا این مرحله رو نیاز انجام بدید. و بازم تاکید میکنم تک تک نرم افزارهای که مصرف اینترنت دارن رو ببندین، مگر اینکه به هر دلیلی نشه. مثلا الان من چون میخوام CS رو باز کنم استیم رو نمیتونم ببندم، چون در غیر این صورت اصلا نمیتونم کانتر استرایک رو باز کنم. به این نکته هم توجه داشته باشید که تک تک نرم افزارهاتون رو که مصرف اینترنت دارن ببندین. خب حالا که این کارو کردین، پکت رفت و وصل کردین، نرم افزاراتون رو بستین، حالا میان پا میشین وایر شارک رو باز میکنید. وایر شارک رو که باز کردید با یه همچین محیطی روبرو میشید. با یه همچین محیطی که روبرو شدید پا میشید اینترنت اصلیتون که خب اگه با کابل لن باشید ایترنت هست، اگرم با وای فای باشید اگر اشتباه نکنم مثلا چیزه اسم وای فاتون شاید باشه اگر اشتباه نکنم، یا شاید مثلا اسم درایور وای فاتون. حالا من چون با کابل لنم اینجا ایترنت دارم و الانم که پکت رفت زدم، پکت رفت CS2 یک روی ایترنت چپ کلیک میکنم و یک کنترل رو نگه میدارم. دکمه کنترل که نگه داشتم این پکت رفتم انتخاب میکنم، دوتا انتخاب میشه، روشون راست کلیک میزنم استارت کپچر. استارت کپچر رو که شما بزنین یه همچین چیزی بالا میاد که خب آی پی تون رو یعنی داره نشون میده، داره آی پی رو لاگ میکنه، داره جمع آوری میکنه. و حالا چیکار میکنیم؟ حالا استیمتون رو باز میکنید و کانتر استرایک 2 تون رو باز میکنید و آره دیگه کانتر استرایک 2 رو باز میکنید که بخواد لاگ جمع کنید. خب گیمتون که بالا اومد، خب حالا مثلا حالا هر گیمی که بود خب ترجمه بریم به اون مکانی که ارور میده. حالا میتونه داخل همون صحنه اول بخواد مثلا ارور لاگین بده،
یا چه میدونم مثلا وقتی میخواین جوین بدین مثلا جوین مچ نده ارور بده، یا مثلا اصلا حتی وسط مچ ارور بده. آقا تا اون صحنه که میخواد ارور بده برین جلو، یعنی هر جا که ارور داد شما اون جمع‌آوری لاگ رو قطع میکنی. حالا برای مثال الان داخل مچ رفت و فرض میگیرم الان من نتونستم جوین بشم، الان مثلا من نتونستم جوین این مچ بشم، حالا چیکار میکنم؟ میام سریع آلت و تب میکنم، میام اینجا الان مثلا ارور داد، میبندم CS رو، مثلا الان ارور داده اینجا، الان که ارور داده گیم رو میبندم و این دکمه مربع قرمز رو میزنم و انگار الان تمام شد، لاگ بنده جمع شد و اینا لاگ من هستش که از اون دوتا درایور پکت رفت و ایترنت اصلی بود. حالا میاد داخل فایل گزینه سیو و یک جای رو میاد سیو میکنید. برای مثال شما اسمشو میتونید چی بذارید؟ هر اسمی که دلتون میخواد میتونید بذارید، ولی چون ترجیحاً ما الان مبحثمون مثلا یه گیم به خصوصی یا نرم افزار به خصوصیه، خواهشاً اسم گیم رو بزنید. برای مثلا من الان میزنم کانتر استرایک 2، تمام، گزینه سیو رو میزنم و تمام، به همین سادگی. الان که بیام اینجا همونطور که میبینید اینجا داریم کانتر استرایک 2 رو، و حالا خب مثلا این فایل لاگ به دست اومده رو ارسال میکنم و همه به خوبی و خوشی پیش میره. مثلا موقع سیو کردن شما همونطور که میبینید میتونید اینو کامپرس کنید، مثلا حالا با جیزیپ یا LZ4، ولی ترجیحاً آن کامپرس بذاریم باشه، در صورت نیاز کامپرسش کنید. اگه مثلا حالا یا آپلود نمیشد یا هر چیزی کامپرسش کنید، ولی در غیر اون صورت اما آن کامپرس از همه نتیجه بهتری میتونه بده. و خب همین بود، اینم از این ویدیو، و اگرم خواست برش میتونین قطع کنین پکت رفتتون رو. به خوبی و خوشی مطلب تمام شد. امیدوارم به کارتون بیاد و مشکلتون برطرف بشه و تا ویدیو بعدی خدا یار و نگهدار شما باشه.